سلام خدمت کاربران افغان خدمات. امروز میخواییم نحوه ادمین گرفتن یا ادورتایز گرفتن در صفحه فیسبوک را برایتان تشریح کنیم. خب اینجا میبینیم که پروفایل فیسبوک یک بخش جداگانه از پیج فیسبوک است که رویش کلیک میکنیم. این قسمت ما پروفایل آیدی را میبینیم که کافی است فقط پروفایل آیدی را بلد باشین یا کپی بگیریم. خب حالا میریم پیج مورد نظر خود پیدا میکنیم و در این قسمت میبینیم که گزینه سیتینگ برای ما فعال نیستی، به خاطر است که ما داخل پروفایل خود هستیم، داخل پیج فیسبوک خود نیستیم. میتونیم از این قسمت سویچ بزنیم و داخل پیج فیسبوک خود شویم. خب حالا میبینیم که پیج فیسبوک ما باز شده و گزینه سیتینگ هم فعال است. روی سیتینگ خود میزنیم و گزینه نیو پیج اکسپریانس و در قسمت پیج اکسس گزینه پیپل و فیسبوک اکسس داریم که اگر خواستین به کسی دسترسی فول بدین از این گزینه استفاده میکنیم. و از این قسمت گزینه allow this person to have full control را فعال میکنیم و روی give access کلیک میکنیم. و اگر بخواین یک نفر فقط برتان بوست بزنه نیاز ندارین دسترسی کامل بتین، چون بعضی اوقات ریسک امنیتی هم داره. خب برای ادمین گرفتن برای تبلیغات از قسمت پیپل و تاسک اکسس روی گزینه اد نیو کلیک میکنیم و بعد روی نیکست کلیک میکنیم و در این قسمت نام کسی که میخوایم ادمین شوه را جستجو میکنیم. خب در اینجا چند تا گزینه برام آورده. گزینه اولی کانتنت مربوطی میشه که طرف به مو پست ها دسترسی داشته باشه، بتونه حذف کنه یا پست جدید بگذاره. گزینه دومی مربوطی میشه که بتونه دمو تماس ها یا پیام ها دسترسی داشته باشه و گزینه سومی مربوطی میشه که بتونه به کامیونیتی ها دسترسی داشته باشه که ما با ستای اولی در اینجا کاری نداریم. و در این قسمت کافی است فقط گزینه ادز و انسایت که دوتای آخری میشه اونا رو فعال کنیم و روی گیف اکسس کلیک بکنیم و در این قسمت رمز یا پاسورد پروفایل فیسبوک خود پیج خود رمز نداره، باید پاسورد پروفایل فیسبوک خود اینجا وارد کنیم. خب حالا میریم در قسمت نوتیفیکیشن. در این قسمت میبینیم که یک اعلان از طرف صفحه بر ما آمده، یک اینوایت، رویش کلیک میکنیم و در این قسمت میبینیم که گزینه ریویو اینوایت برای ما آمده و اگر در قسمت بالا نوتیفیکیشن اینوایت برایتان نیامده بود یا پیدا نتونستین، از قسمت سرچ نام صفحه تان جستجو میکنین، صفحه تان باز میکنین، باز میتونین این آپشن ببینین. حالا روی گزینه ریویو اینوایت کلیک میکنیم، روی نیکست کلیک میکنیم و اکسپت میکنیم. به همین راحتی میشه که یک ادورتایزر بگیریم در صفحه فیسبوک و امیدوارم که از این آموزش مستفید شوین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.